گلنسا ساکنی دهه مزار شریف شهر پنجکنت است. میگوید با آرزو و هوس‌های زیاد عائله بنیاد کردم و زندگی آسایشته داشتم. در دوام زندگی 6 ساله صاحب فرزند نشدم. بدتر تقدیر برایم خندید و فرزند نخستینم زیبونیسا به دنیا آمد. برای هر زن ضربه کلانترین این ناسالم تولد شدن فرزند است. به دنیا آمدن زیبونیسا برای مادرش گلنسا خوشبختی به همتا بود. و مثل دیگر مادران از روز نخستین به دنیا آمدن جگربندش او را نوازش های گرمی مادرانه می کرد و زیر قنات خیش با صد امید و آرزوها پرورش می نمود. اما به خبر از آن بود که او از گوش شنوا و زبان گویا محروم است. بعد از 1 سالگی آنها به بیماری تیز به بیماری زکام گرفتار می شدند. وقتی که ما به طبیبان مراجعت می کردیم، آنها وقتی کودکی خردسال بودند درد خود را گفتن نمی توانستند. این به مادر وابسته بود. ما هم مثل توکل می گفتیم انا سلفه شد، انا گریپ شد، اشتها ندارد کودک. آیسته آیسته کودک ها از آن چیزی که در آوانی نوزادی تلفظ می کردن، حرف و هجایی که می گفتن، در نتیجه همین تیز بیمار شدن، خاطره آنها سست شدن گرفت. از این چیز رفتار شدن در کار نیست. کودک یعنی عائله پیش از همه باید او فکری آینده فرزند خود کند و من باوری دارم که وقتی که مادر یا پدر آنها یک مثال استوار هستند، یک مستحکم هستند، آنها میتوانند که فرزند خود را در جامعه جان نمایند. بعد از چند سال ما کوشش کردیم که با یگون طبیبایی که هستند، متخصصایی که همین کودکان آید و کودکان نقصتر فهمند گفته به شهر خوجند بردم کودکان ما. در اونجا معاینه کردیم، شنوایشون پست گفتن. برای همین کودکان وقتی که تیز بیمار شده از هوش می رفتن با حرارتی بلند. از همونجا یک ضربه اول به من شد که من بسیار زیق شدم که فرزندانی من نمیفهمیدن. اون چیزی که ما در خانه یگون چیز آواز میکرد، من دقت میدادم که کودکان نمیشنوند. نفرانی که گرفتاری همین کودکانی معیوب در خود خانه و یعنی در خانه هایشان میباشند، هر قدر آنها رو ما به جامعه نزدیک کنیم درد آنها همون قدر سبک میشود. چون که مشاهده می شود که یعنی تجربه زندگی نشان میدهد که مادرانی که دارای فرزندان معیوبند، آنها برای خود یک ناراحتی را حس میکنند. هنگامی به کوچه برآمدن، هنگامی به سیر و گشت برآمدن، لیکن آنها از همین دور یعنی در مفکوره آنها عین زمان جا کردن لازم میباید که باید تا کدام اندازه فرزند را یعنی فرزند معیوب رو ما با جامعه همراه نماییم. برای من مشکل بود. در کوچه میبرآمدن، من حس میکردم اینها بازیشون رو دقت میدادم با کودکانی همسایه. وقتی که آنها دقت به بازی نمیکردن، به سخن گفتن نمیکردن، برای من مشکل بود. کوشش میکردم که در داخلی حولی کودکانی من بازی کنن یا به کوچه نبراین، یکون کسی این کودکانی من ایراد نگیرن که اینها گپ زدن نمیتوانند. همین طور فرزند دویمش تاجینیسا بعد از 1 سال دیگر به دنیا می آید. مسلم است که طفلکان اولین الفاظ، اولین قدم، اولین آچجانگویی ها و ده ها چنین اولین ها را از مادر می شنوند و می آموزند. اما زیبونیسا و تاجینیسا از الگویی ها و نوازش های گرمی مادری مشفق و مهربان بخبر بودند. با خودم ملامت میکنم که دخترچه‌ام گپ نزدن برای سخنهای شیرینی که از مثال پدر و مادر میگوید اینها نمیفهمند. من بعضا خودم چی میکنم با کودکان صحبت میگذرونم، میگویم ارکگی میکنن، بعضا گوش نمیکنن، میگوین نمیخواهیم، بیزار شدیم، انا یکون کاری سبب میشود و بسیار با قهر من قطعی مناسبت میکنم. وقتی که اینها رو من نوازش کنم،
اینها وقتی قهرشان بر یک چی میشن نگاهی خنک میکنن تا اون وقتی که قهرشان پس شد. بعد همون وقت بعد من در دل خود میگویم که اون سخنهایی که من به تو میگویم تو نمیفهمی. اگر میفهمیدی شاید قهر و غضب را از خودت دور میساختی. فرزند این جدا نمیشه، جدا نشونده است و خواه سالم است خواه ناسالم فرزند است برای پدر و مادر. برای ما گرچنده وی نابینا باشد یا ناشنوا باشد فکر کنیم که وی از بیرون، لیکن برای پدر و مادر در دل خواه حالت فرزند است. گاه به مادرم سوال می‌دهیم که چرا ما چنین به دنیا آمدیم؟ گپ نمیزنیم. چرا ما رو دیر طبابت کردید؟ نزد دکتر نبردید؟ میبینم که مادرمان از این سوالی ما غمگین میشوند. باز خاموش میستیم. کودکان ناشنوا یک 4 مصرع شعری به یادم می‌آید. بین زبان و گوشم انگوش ترجمان است. این ترجمان برایم هم گوش و هم زبان است. زیر سر روز ناکشاده زیر زبان ناخون در نطق ناخونی من 100 داستان نهان است. و بینید که البته اینا دنیای خود را دارند. اینا مثلا دنیای اینها همون زبان اشاره است که مثلا آنها با واسطه زبان اشاره مشورت میکنند. یعنی اینها مثلا وقتی که بسیارتر همون و یا مثلا همون شخصانی که ناشنوا هستند، مثلا یک شخص ناشنوی وقتی به مکتب میبرد، وقتی که میبینن چقدر خرسند میشوند که امروز ببینید یک شخصی نزد ما اومد که او خودش بی زبان است، او خودش زبان نداره، چقدر به او مهر محبت میبندند، چقدر به او نزدیک میشن، چقدر او را دوستش میدارن. باید گفت که زیبونیسا و تاجنیسا یکی سال 2001 و دیگری در سال 2002 در شهر پنجکین تولد شدند. وقتی که مادر از گوش ناشنوا و زبان ناگویای جگربندانش بدتر باخبر شد، برایش در داورترین لحظه حیات بود، اما به بی‌وفایی تقدیر تن داده پی معالجه و تحصیل آنها شد. بعد از تلاش‌های زیاد پی برد که طبابت فرزندان بی‌نتیجه است و یگانه رفزنه امیدی که برایشان گشاده شد این راه به سوی معرفت بود. بعد از چند وقت دیدم که کودکان مناسبت با من بد شد. من آنها نمیفهمم، آنها من نمیفهمند. خانه میبیاین بسیار گریه میکردن. وقتی که ما در یک جایگی با سلامت در یک خانه زندگی میکردیم و ایمو اشاره رو آموخته بود، با کودکان صحبت میکرد. دختران من بیشتر به سلامت نگاه میکردن، با من نه به سلامت نگاه میکردن. میگفتن که انا دیدی اوچه اشاره میداند، موقعی صحبت میکند، تو موقعی صحبت کرده نمیتوانی. این یک نگاهی خنک نظرانه شد از طرف کودکان به من کوشش کردم که بر همین مکتب آمدم، مراجعت کردم، با کار قبول کنید گفتم. با من کمک رسوندن، کوشش کردن که من در همین مکتب کار کنم. راست میگوید مادرم، ما میخواهیم که گپ‌های وی‌ها را شنویم، گوش کنیم که چی میگویند. میدانیم که مادرمان در حق ما سخن‌های خوب میگویند. اگر ما باز با گوش‌های خودمان شنویم باز بهتر است. از مادرمان خواهش میکنیم که برای ما دستگاه شنوایی را خرند تا ما هم را شنویم. وقتی که پدرشون یگون خواهش کردن باشد، یگون گپ باشد، یگون چیزی از دخترها چی کنن، اونها هر دوشون به من نگاه میکنن. میگویند که از نگاهشون معلوم است من میفهمم که نفهمیدن. اینها میگویند مجبور میکنن که شما ایمو اشاره آموزید، با ما صحبت کنید، با ما خنده کنید. وقتی که اگر تنها در جمعیت بیرون باشند خودشون تنها حس میکنن، بسیار خسته حال حس میکنن. اگر 2 نفر 3 نفر باشند عموما جمعیت بیرون آنها حس نمیکنن. خیلی میبینن گوناگونی طبیعت، رنگ و رنگی طبیعت، دیگرگونیایی که هر روز در جمهوری شده ایستاده است آن را حس میکنن، خرسند میشوند، شادان میشوند که ترقی کرده ایستاده است جمهوری ما. ولی
از 2-3 نفر زیاد که باشن جمعیت خودشون دیگر. دنیای این کودکان همون دنیای همون زبان اینها است. یعنی اینها فقط با واسطه همین زبان میتوانند که دنیا را درک کنند، میتوانند دنیا را اسد کنند. و اینچنین مثال باز یک شاعر میگوید که به ما لازم بود درس اشاره، یقینی درد نیست ما را چاره. خاموش ایستاده زیر بار اندو نمیخواهیم قلبی پاره پاره. اشاره میبرد زنگ دل از ما به مثل آب چشمه آب دریا. خدای عزوجل از شاهد نباشد خواهش ما را محبا. برادرها زبان ما همین است، اشاره بحر ما چون انگبین است. نباشد گر اشاره ما چی دانیم که بالا آسمان پایان زمین است. میگوید مشکلی افراد ناشنوا را درک میکند، زیرا به گفت او 2 فرزندش ناشنوایند و هنگام صحبت با آدمان مشکلی میکشند. قلب مادر بزرگ است و هیچگاه نمیخواهد که جگربندش لحظه از پیش نظرش در کنار باشد. از این لحاظ به مکتب رفتن کودکان دهه قلب مادر را همیشه اذیت میداد و آرزوهای نهفته پیش نظرش وانمود میشد. گلنسا پدر و مادر و خانه و درش را یک سو گذاشت و از پی تحصیل فرزندان شد. اکنون طول 7 سال می شود که در ناحیه رودکی استقامت دارد و با فرزندانش روز می گذراند. اگر زبان اشاره نباشد، مناسبت با فرزند عموما با طبقه که نیازمند هستند مشکل است. با دستگیری معلم قوتوف ما کورس ایما و اشاره را خوندیم. هر هفته مخصوص علاهیده برای پدر و مادرانی که فرزندانی معیوب دارند. ما با معلم مراجعت کردیم که معلم جون شما چی می شود که یک مشکلی در زندگی داریم برای ما آسان کنید. معلم این خواهش ما را رد نکردن، گفتم که خیر شما اگر راضی باشید من آماده هستم که کمک خودم را به شما رسانم. بینید که از خودی شهر پنجکند او به خاطر فرزندانش، به خاطر همون 2 جگربندش که او ناشنوا هست خست پیشی، یعنی راهی همین مؤسسه رو پیش گرفت تا اونه که هم فرزندانش تعلیم خوب بگیرن و هم خودش با کودکان معاشرت کرده تواند. وقتی که آنها به مکتب تشریف آوردن یک مسئله خیلی جدی، یعنی آنها مناسبت معاشرت بین کودک و مادر بود. یعنی مادر بسیار به ما مراجعت میکرد و بسیار خواهش میکرد که من باید هر چیز زودتر زبان همین فرزندان را یاد گیرم، چون که من در عائله خیلی مشکلات زیاد دارم. وقتی که ماموریت مکتب مرا آوردن بر یک صنف شناس کردن، گفتند که شما در همین صنف باعث مربی شده کار کنید. اون وقتی که کودکان با من آغوش میکشیدند من نگاه آنها رو میدیدم، بسیار ضیق میشدم. در اول میگفتم که با اینها چه خیلی مناسبت کنم. این در اول با من خیلی مشکل بود. من کودکان رو فهمیدن نمیتوانستم. آنها در مهلت 2 ماه بسیار چیزها رو یاد گرفتگی بودن، بسیار ایما و اشاره رو یاد گرفتگی بودن. من هم کوشش کردم، پیش خود مقصد گذاشتم که باید ایما و اشاره رو از خود کنم برای فرزندان خود، برای مناسبت با فرزندان خود. میخواهم که پدرم زبان ایما و اشاره را مثل مادرم آموزد. ما با او صحبت کنیم. پدرم و مادرم برای ما زحمت کشیدند. ما همه این را میدانیم. من امروز خود را در بین همسالانم خوشبخت حس میکنم. زیرا در اینجا تقدیر همه ما قریب یک است. یکدیگر را زود میفهمیم. وقتی که در همین جمعیت و یا وارد میشوند سالهای اول آنها را درک نمیکنند. بعد که سن سال وقتی معین میگذرد آنها خودشون را به این جمعیت تصور کرده نمیتوانند. خوانندگانی هستند که اول قبول نمیکنند، بسیار پزمان والدین خود میشوند. بعد آهسته آهسته وارد که شدن میشود والدین را فراموش کنند. وقتهای میشود به خاطرشان هم نمیرسد. شوخی، خنده، بازی، آن طبیعتی که در اینجا برای آنها از درگاه یزدان آفریده شده است، وارد این جمعیت که شدند همچون پروانه های
بالای گل‌های شکوفان بهار خودشون را تصور میکنن. من از آمدنم به این مکتب خیلی خرسند هستم. میخواهم در آینده مکتب را ختم کرده تحصیلم را در دانشگاه ها ادامه دهم و صاحب کسب شوم. آینده خود را باز هم درخشان نمایم. وقتی که مادرم تبسم میکند ما نیز شاد میشویم. اگر پدرم نیز زبانمان را یاد گیرد باز خرسندتر میشویم. میخواهیم که اویله ما همیشه اتفاق باشد و ما سرجمانه زندگی کنیم. نامبرده می‌افزاید که محض ناشنوا بودن فرزندانش او را وادار کرد که زبان ایما و اشاره را آموزد و برای افراد ناشنوا نیز کمک رساند. به خاطر معاشرت درست و فهمیدن کودکان ناشنوایش راه پیش گرفت به دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی. کودک ناشنوا چون زبان ایما و اشاره را بیاموزد و معاشرت کرده تواند، مناسبت و کردار و پیندارش به معنی مثبت تغییر می‌یابد، رشد می‌کند. مسلم است که آنها به این به فرزندان خود رابطه درست برقرار کرده نمی‌توانند و به اسرار دل و خواسته‌شان راه نمی‌یابند. اداره و راهنمای ناشنوا در این مورد نه تنها دشوار بلکه ناممکن می‌گردد. ملتی که 1 سال ما کورس زبان ایما و اشاره را آموختم، با مناسبت با کودکان من حس کردم که خوب شد. وقتی که آنها میگفتن یگان چیز خواهش میکردن یا این چیز در کوچه در مغازه برای من یگان چیز خرید یا یگان چیزی که آنها میخواهند میگفتن، من با خواهش آنها گوش کرده اون چیزی که آنها میخواهند اجرا میکردم. فرزندانم نیز خرسند شدن از این کاری من. وقتی که ما در مکتب اینترنت کورس‌های مخصوص تشکیل کردیم، ما برای پدر و مادرانی که مثلا فرزندان ناشنوا دارن، همه این کورس‌های ما طریق رایگان بودن، به خاطر اونه که یک معاشرت بین کودک و همین مثلا مادر یعنی مهیا کنیم. و گلنیسا که خود بسیار یک مادری بسیار دلسوز و غمخوار بود و حتی به خاطر فرزندانش هم به مکتب اینترنت به کار شروع کرد و اینچنین باز در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان یعنی همین خودی همین اختصاص سرده پداگوگ این فرمت رو ختم کرد. یعنی همه این به خاطر همون فرزندان به خاطر همون جگربندانش بود. بعضا رو افتاده میگویم که ما با سوداگر یگان چیز گفتیم ما نفهمید، یا در مغازه یگان چیز برای یگان چیز خریدن میگویم ما نفهمیدیم، آنها ما نفهمیدن، همین وضعیت میشوند. تاجینیستا بسیارتر کوشش میکند که من گپ زدن میخواهم، شما چی میگویید همش شنیدن میخواهم. وقتی که به مغازه می رویم کمی مشکلی میکشیم. مثلا اگر ما از فروشنده سیب پرسیم و یا نرخش را پرسان شویم، آنها زبانی ما را نمیدانند. میخواهیم که در جمعیت ما را خوب قبول کنند و زبانی ما را نیز یاد گیرند. وقتی که والدان میبیایند همون توجه میگویم که یک نمیدونم باعث نگرانی همون اهل خانواده باشد که آنها کناره‌جویی میکنن از همین فرزند معیوب، لیکن وقتی که آنها آمده در مؤسسه میبینند که تا کدام اندازه جلب شدگیان مردم برای نگاه و بینی برای تعلیم و تربیت فرا گرفتن همون کودکان آنها از این و یا بالیدروغ میگردند، چون که میبینند که توجه نسبت فرزندای و یا هم علاقه جامعه ما در کنار نمیستد. مادر برای فرزنداش کوشش زیاد میکنه. آهسته آهسته زبان اینا رو یاد گرفت. آزاد با فرزندان خودش صحبت میکنه. آزاد. چه درخواستی که فرزندها از مادر طلب میکنند همه وقت سری وقت اجرا میکنن. هستن خیلی مادرانی که همین زبان ایما و اشاره رو از خود میکنند و یاری یا دستور برای اینا در خانه هستن پدر و مادرانی که نمیخواهند زبان فرزند خودشون رو از خود کنن. زبانیسا دختر نقص، اعلی خون و تربیت با تمکین، آروم طبیعت. تاجینیسا کمتر شوختر. خود را زنی خوشبخت می شمارد، زیرا فرزندانش در مکتب اینترنت جمهوریوی برای کودکان کر در ناحیه رودکی تحصیل می کنند. فرزندان نیز خرسند از آنند که مشکلاتی که پیش داشتند امروز برطرف گشت. این هم باشد معاشرت با عامه و رفتار و مناسبت در جایهای جمعیتی.
дар синфи мо бисёр писарҳо ҳастанд моро ҳурмат мекунанд, якдигарро хуб мефаҳмем. дунёи мо дигар аст, дунёи поку беолоиш аст, дунёе ҳаст ки ширинии онро танҳо худамон эҳсос мекунем. мо худро маъюб ҳис намекунем, зеро мо пои равон дорем, дасти гиро дорем, чашми бино дорем, ҳама корро карда метавонем. аз тақдир розӣ ҳастам, ман хафа нистам, зиқ нистам, ман ба тақдирам тан додам ки ҳамин хел фарзанд дорам. инчунин боз як забони дигар ман омӯхтам, забони имову ишора аст. ба хотири кӯдакон соли 2013 инчунин боз таҳсиламро дар донишгоҳи омӯзгории давлатӣ ба номи Садриддин Айнӣ идома додам дар соҳаи сурдопедагогика. боз ман хостам ки аз дарди дили ҳамин кӯдакон бохабар шавам, нозикое ки дар ин соҳа ҳаст омӯзам, на танҳо барои фарзандони худ, инчунин барои падару модароне ки фарзандони маъюб доранд, ба онҳо хизмат расонам, кӯмак расонам. имрӯз ягон мушкилот байни ин модари азизу байни фарзандон вуҷуд надорад, чунки ман дида истодам ҳар лаҳза, ҳар пагоҳие ки ин модари меҳрубон фарзандонро ба мактаб мебиёрад, ман мебинам чӣ хел бо онҳо муошират мекунад, чӣ хел бо онҳо масалан бо воситаи забони ишора гап мезанад. ман ҳис мекунам ки байни модару байни ин ду кӯдаки ношунаво ягон мушкилоте вуҷуд надорад. мактаб интернатро хонаи дуюми худ мешуморем. инҷо ҳамсолону дугонаҳои зиёд дорем, якдигарро хуб мефаҳмем. модарам дар наздикии мактаб иҷора гирифтанд. хонаамон аз мактаб он қадар дур нест. ҳар саҳар ҳамроҳи модарам ба мактаб меоем ва бегоҳ ба хона меравем. саволе ки барои мо бисёртар сахт мерасад ба мо, ба худашонам аламовар аст. чаро мегӯям парвардигор ба шумо забон доду ба мо надод? ҳаст шогирде ки дар синни соли аввал инро дарк мекунад, ҳаст баъд оянда калон мешаванд, вақте ки мераванд қишлоқ, вақте ки хурдан дар инҷа гап мезананд, қишлоқ мераванд, баъде ки мактаба хат мекунанд, тамом кардан мактаба, дар ҳамон маҳаллаашон дига ҳамзабони худро намеёбанд, баъд мебиёянд бо ино вохӯрӣ мегузаронанд, рӯзҳои ид, ҷашнҳо мебиёянд, вохӯрӣ мегузаронанд, якдигарро мебинанд, хурсандӣ мекунанд. баъдтар бод кадомаш ки дарк шуд, дер шуд, баъд мепурсад барои чӣ парвардигор барои шумо забон доду, барои мо надод? барои чӣ шумо мешунаведу, мо намешунавем? ин савол аз ҳар як шогирд интизор шудан мумкин. ҷавобҳо метиҳем ки онҳо дилгир нашаванд, монда нашаванд, бар зиндагӣ дилашон гарм шавад. ба ваён намегӯем ки шумо забон надоред, шумо гӯш надоред, шумо даст доред, по доред, мегардед. дастҳои шумо забони шумо, чашмони шумо гӯшҳои шумо, шумо ҳамае мебинед, бо дастотон ба дили худ муносибат мекунед, ҳамсӯҳбат мешавед, рози дили якдигарро мегӯед. гарчанде ин модар аз зарбаи навбатии тақдир дар ҳарос буд, вале бо умеди соҳиби писарча шудан ҳусниддин ба дунё меорад. ӯ акнун 14 сол дораду овози модар ва ҳамсолони худро мешунавад. ин барои модар умеди дигар бахшид. ҳусниддин низ кӯшиш мекунад ки забони хоҳарҳояшро ки имову ишора аст омӯзаду барояшон кӯмак расонад. вақте ки Зебунисо бисёр бемор мешуд, фикр кардам ки Тоҷинисо дуюм духтарам ба дунё наояд. шукри худо, ҳай писарчам гап мезанад, мо дар хурдиаш табобат кардем. вақте ки ин духтарчо нафаҳмиданд, ман кӯшиш кардам ки фарзанди сеюминам ба монанди ин духтарчом нашавад. аз хурдӣ табобат мегирифтам. хай шукрона Ҳусниддин гап мезанад. ин боиси хурсандӣ дар оила ба ман буд. мо хурсанд аз он ҳастем ки додарамон забони гӯё дорад. дар оила бо забони гӯё сухан мегӯяд ва барои мо шуда забони моро ҳам омӯхтааст. мо бемушкилӣ бо ҳам суҳбат мекунем. додарчамро бисёр дӯст медорам. зуд ба хона меравам, бо ӯ суҳбат мекунем. ӯ забони моро медонад. якҷо дарс тайёр мекунем. чизе ки ӯ намедонад ба ӯ кӯмак мерасонем.
خرسند هستم که دادرچه‌ام سالم است. زبانی گویا دارد. مثلا غیبت کردن و اینا یک کس تغییر کردن رو ندارن. اینا یک دنیای خودش ندارن. یک دنیایی است که و دنیای اینها سرحد ندارد. مثلا وقتی که یک ناشنوای ما اگر در امریکا یا در دیگر دولت‌های جهان برد، اگر که زبان انگلیسی هم نداند، او میتونه که با واسطه زبان اشاره یعنی معاشرت کند و دنیای خودش پیدا کند. و همین خودی همین زبان این خودش سرحد ندارد. این زبان یک زبانی هست که تمام ناشنوایان رو به هم متحد می‌سازد. بعد دنیای دیگری اینا همین است که مثلا اینا بسیارتر مثلا کوشش میکنن که با همون ناشنوای خود خانه‌دار شوند. لیکن امروز بعضی پدر و مادرها با گویا اگر ما ناشنوا رو به ناشنوا خانه‌دار کنیم، گویا که فرزند اون ناشنوا میشود. به همین بهانه‌ها بسیاری آنها رو از این راه باز می‌دارند. اینها بسیار مشاهده‌کار هستند. یک اون خطاگی باشد تیزتر میفهمند. میگویند که شما بسیارتر به من میگن که شما برآمدید کوچه با همسایه ها صحبت کردید، نبرو ندرو گپ نزن. برای چی میگویم؟ میگم ما نفهمیدیم، شما اون چیزی گفتید ما نفهمیدیم. این نشنیدنشون برای اینها هم مشکل است وقتی که سخن رو نمیفهمند. چطور معلوم شد این خواهران با هم خیلی شباهت دارند، تنها در خاراکتر از هم فرق میکنند. مادر میگوید اکنون که کلانتر شدند بیشتر به من در خانه کمک میرسانند، اما قلبی نازکی دارند که در گپی ناچیز زود میرنجند و من حرکت میکنم که آنها را با زبان شیرین و رفتار محبت آمیز نصیحت و تربیت نمایم تا آنها خود را ناسالم و رنجور احساس نکنند. دختری کلونیام زیبونیسو بسیار دخترچه آروم است. دخترچه دویم تاجینیسو کمتر ارکه است. نسبت به اپاش فرق دارد. زیبونیسو تیزتر آروم می شود. بعضا خواهرش نصیحت می کند. با اوچه مناسبتی بد نکن، اوچه حرمت کن، اوچه بیمار شود. منو تو یکی نگاه می کند. خواهرم رو همیشه نصیحت می کنم و بعضا وقت تیز می شود. من او رو می فهمونم که مادرم رو بسیار غم نده. اگر مادرم کسل شود کی ما رو نگاه و بین می کند؟ برای آن بعضن وقت ارکگی میکنم که وقتی که مرا نمیفهمند. من میخواهم که فکر مرا هم گوش کنند. شاید برای همین باشد ارکگی و رنجوری من. هر گونه خوراک رو خوردن هم نمیخواهند با خواهش خودشون. اون چیزی که دوست میدارن. دخترچه کلونی هم همه خوراک رو دوست میدارد. دویم دخترم تاجینیسو نسبت به این ارکتر که هست، این خوراکای آش پلاو، مانتو، برک، اون بسیار همه چیزا رو تورت باشد، یا اون پخت و پزی که دستی، همه چیز بسیار دوست می‌دارد. در کوچه من حس میکنم که بسیار و یک زیبا راه میگردد، به خودش اعتبار میدهد. هر دوشون کوشش میکنن افلاسی بد میبینن، دائم به خودشون نگاه کردن میستن. برای من همه اون چیزی که با دستان مادرم آماده میگردد معقول است. مادرم همه این خوراک رو با لذت میپزد. برای من فرق ندارد. مهم آن است که مادرم میپزد. ما مهربانی پدر و مادر رو هیچگاه فراموش نمیکنیم. برای جهتی تحمل پذیری، جهتی از برنمودن، جهتی تمام شکست و ریخت‌ها، جهتی اون اگریسیه هایی که از طرفی همین معیوبان می شود، برطرف نمودن این یک دلی بزرگ، یک روحیه قوی باید داشت. چون که از در وارد می شوی و هر یک نفری که می بینید که سری کدام مسئله دشواری دارند، آنها می خواهند تمامی همون حسیات خود را برای ما ابراز دارند و تنها ما عین زمان توفیل همین متخصصان می توانیم که آنها را شنویم، با آنها هم صحبت شده باشیم و ضرورت پیش می آید که قسمت زیادی آنها را ما خودمون از بر نماییم. بعد از صحبت با این مادر معلوم شد که او و همسرش خویشاوندی نزدیک بودند.
و سبب نقصان زبانی و ناشنوایی فرزندان شاید همین باشد. اما این مادر میگوید از بس که درباره نکاح خویش و تباری آن وقت معلومات نداشتیم که این سبب شده میتواند، تنها در اندیشه آن بودیم که شاید در خودسالی زود بیمار میشدند و بی‌طرفی خانواده این حالت را به میان آورد. متخصصان صاحباشان اثبات میکنند که نکاح خویش و تباری نزدیک پیامد خوب ندارد و آن نه تنها سببی با نقصان مادرزادی به دنیا آمدن فرزندان میگردد، بلکه در رفت حیات نیز با چنین مشکلات دچار میشوند. در اولادمون این خیلی کودک نداریم که ناشنوا شده هست. اینچنین یگون بیماری دیگر داشته باشه، همه صحت سالم هستن. اینچنین ما در اویله خودمون 11 فرزند هستیم. فرزند نخستینشون من می باشم. همه خواهر و دادران من فرزندانشون خوب هستن. تنها همین خیلی من در بینشون 2 دخترچه معیوب است. کشتباری یکی از مسائل خیلی مشکلات سخت جامعه هست و چطوری که شما میدونید همه وقت در برآمدش اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجدار محترم امامعلی رحمان دائم تاکید میکند، دائم این مسئله را میگذارد که یعنی کشتباری آینده خوب ندارد و این چنین حتی قانون قبول شد که امروز باید سر همین راهها گرفته شود و امروز اگر از روی تحلیلایی که ما گذراندیم، مثلا در 3 مکتب اینترنتی جمهوریوی اگر خطا نکنم زیاده از 130 اویله از مثلا حساب خشتباری هستند و اگر خطا نکنم قریب 115 اویله از 2 تا 3 کودک ناشنوا دارند و البته این ببینید چقدر یک مسئله خیلی مشکل است. در هر یک اویله بعضا نافهمی ها رخ میدهد. من از این کمی میرنجم. میخوام که پدر و مادرم یکدیگر رو خوب فهمند. زندگی همین است، پسیب و بلندی دارد. صبر کنند، همه‌اش نقض می شود. یک مشکلات دیگری که امروز ما باز دیدن برآمدیم این جداشوی اویله ها است. مثلا وقتی که میبینیم، وقتی که میفهمند که کودک معیوب به دنیا آمده است، یا اینکه پدر میپرتوید میرود، یا اینکه مثلا مادر نمیخواهد که فرزندش به مکتب‌های مخصوص به تعلیم فرا گیرد، گویا که او شرم میکند، گویا کودکای من مثلا گویا که همه به چیزی من میخوان، گویا من کودک معیوب به دنیا آوردم. این نادرست است و همه پدر مادر مراجعت میکنیم که از این چیز رفتاده شدن در کار نیست. مثلا کودکان معیوبی که امروز کلان شدن، اگر من مکتب اینترنت به مثال بیارم، امروز در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان زیاده از قریب 12 نفر ناشنوا دانشگاه رو ختم کردن و صاحب معلومات عالی گشتند و امروز قریب 16 نفر ناشنوا در دیگر دانشگاه ها تحصیل میکنند. بر ضمن همه این مشکلات ها مادر شکرانه میگوید که تقدیر کودکان را از چشم و پا محروم نساخته است. دنیا را میبینند. گشتن در روی زمین آفریده خدا نصیبشان گشته است. دخترانش از عهده پخت و پز و انواع خوردنی میبرویند و کم کم کسب دوزندگی و اطلس بافی را نیز آموخته ایستادند. این مادر امیدوار است که روز به آرزوی مادرانه خود که صاحب علم و معرفت کردن جگربندان است خواهد رسید. من در آینده مقصد دارم، کوشش دارم که بعد از ختم همین مؤسسه هر دخترچه‌هایم رو با یگون کورس‌های کوتاه مدت باشد، اینچنین دوزندگی یا پزندگی، هر دوشون همین کسب چیک دارند، شوق دارند. شاد هستم که امروز حکومت کشور نسبت ما غمخواری زیاد میکنند. با ما چنین شرایط خوب مهیا کردند و چنین مکتب‌های زمانوی ساختند. اگر چنین مکتب‌ها نمی بودند ما در کجا تحصیل میکردیم؟ زیبونیسا و تاجنیسا خوب درک نمودند که اگر ما خودمان را آدمی برای جمعیت نادرکار احساس کنیم، دیگران هم با ما همون گونه مناسبت خواهند کرد. در واقع زندگی نامه این عائله برای آن نفرانی که بیچاره‌وار نزد تقدیر می‌نالند سبق زندگی خواهد بود.